قرار است امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نخستین بار با سفر دولتی وارد تاجیکستان شود. در جریان بازدید او با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات خواهد داشت و دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی را بررسی می‌کنند که در چند سال گذشته بیشتر و بیشتر شدند. همکاری با ایران سالها زیر تحریم است و با قدرت‌های جهانی در کشمکش برای تاجیکستان و آن کشور چی اهمیت دارد؟ همکاران ما این مسئله را بررسی کردند و کیومرث عطا در استودیو با ماست. کیومرث، تحلیلگران از این سفر چی انتظار دارند و درباره آن چی میگویند؟ البته مومن به امضای سندهای همکاری نمی شود و طبق خبرها ممکن است که دو طرف بستن نوی سازشنامه‌های اقتصادی را به امضا رسانند. یک تحلیلگر سیاسی از دوشنبه در صحبت با ما گفت که تهران در خاورمیانه شکست خورد یا ناکام شد و آمدن دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا می تواند که به معنای فشار و انزوای بیشتر ایران باشد. در این شرایط ایران سعی میکند رابطه‌هایش را با آسیای مرکزی و جنوبی، روسیه و کشورهای مشترک المنافع رواج دهد. تاجیکستان نیز به همکاری‌های اقتصادی و همکاری در زمینه امنیت و مبارزه با تهدیدها از جنوب به خصوص افغانستان علاقه‌مند است. خود وزارت کارهای خارجه هم گفته است که همکاری‌ها با ایران که یک کشور همزبان و همفرهنگ است از اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان به شمار می‌رود. بر اساس آمار سال 2024 دادگرفت بین تاجیکستان و ایران تا 336 میلیون دلار را تشکیل داده است. در واقع کیومرث این رقم بزرگ به حساب نمی رود و قبلا گزارشات درباره عزم تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در ایران هم نشر شده بود. بله مومن، شاید به همین دلیل باشد که دو کشور نظام روادید یا نظام ویزا را بین دو کشور از بین بردند و تاجیکستان انتظار دارد که سیل سیاحان ایرانی به کشور می‌ریزد، ولی هنوز این چیز مشاهده نشده است. دوشنبه در گذشته میل خود را به بندر چابهار که ایران قصد داشت آن را به یک مرکز بزرگ حمل و نقل تبدیل کند نشان داده بود، ولی جزئیات از آن هم در دست نیست. ماه می سال 2022 در پس منظر مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از باز شدن کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 ایران در تاجیکستان خبر رسید، ولی البته در سالهای بعدی هیچ دلیل تصدیق کننده در این زمینه نشر نشد. کارشناسانی که ما با آنها صحبت داشتیم گفتند که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ناموفق گذشته ایران در تاجیکستان و هم کمبود منابع مالی آزاد در تهران، اجرای برنامه‌های بزرگ دوجانبه دشوار خواهد بود. دیگر اینکه عبدالمومن، سایه کشمکش‌های سالهای پیشین تا هنوز از سر روابط دو طرف دور نرفته است. مثلا حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای مدت دراز موضوع بحث دو طرف بود. دوشنبه ایران را به دلیل پشتیبانی از این حزب به تلاش برای تبادلات دولتی و هم دامن زدن به جنگ داخلی متهم می‌کرد. بعداً در سال 2019 هم روابط دو کشور رو به بهبود آورد. حالا اینکه آیا دو طرف می‌توانند اعتماد کامل را بین هم برقرار کنند، سوال اساسی بازدید مسعود پزشکیان از تاجیکستان باقی میماند. بله، تشکر همکارم کیومرث عطا درباره سفر مسعود پزشکیان به دوشنبه و انتظارات و نظرها درباره آن صحبت میکرد. بیننده گرامی، در برنامه فردا دایر به این سفر گزارشی کامل خواهیم داشت.